به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. ای کوته آستینان، نویسنده علی اکبر سعیدی سیرجانی هستش و ناشر مزدا و این کتاب به زبان فارسی هست و بسیار کتاب کمیابی هستش. آقای علی اکبر سعیدی سیرجانی از منتقدین و شاعران اوایل انقلاب هستند که نامه‌های انتقادی زیادی رو به آقای خامنه‌ای نوشتن و بعد از مدتی زندانی شدن و در زندان به بهانه بیماری قلبی از این دنیا رفتن. لطفاً با من همراه باشید تا گوشه‌هایی از این کتاب زیبا که در اختیار من هستش برای شما بخونم. امروز که ناشر آمد و صفحات حروف چینی شده کتاب را روی میزم ریخت و نالید که با کاغذبندی 2500 تومان نمیتوان کتاب چاپ کرد و با شنیدن سوال من که یعنی 1000 نسخه هم نمیشود چاپ کرد، چینی بر گوشه لب نشان که 1000 نسخه سهل است، 100 نسخه هم نمیتوان چاپ کرد. ضررش سنگین است. وانگهی اگر مقصود از چاپ کتاب این باشد که نسخه هایش خمیر شود یا توی انبار چاپخانه به صورت لاک و مهر شده بماند و بپوسد، شرط عقل این است که به همین یک نسخه قناعت کنیم که جلوی ضرر را از هر جا بگیرند منفعت است. سخن طعنت‌آمیزش چون ضربه‌ای بر مغزم فرود آمد. ناگهان به 50 سال پیش برگشتم و به یاد آیست مصطفی ولایت خودمان افتادم و راه لبریز از شومی و نکبتی که آن مرحوم ناخواسته و نادانسته پیش پایم گذاشت. بله، تاریخ دقیقش را بخواهید 49 سال به عقب برگشتم و به یاد روزی افتادم که سید نازنین یکباره رابطه مرا با عوالم غیبی و تأییدات لاریبی قطع کرد و همه امتیازاتم را به باد فنا داد. با یادآوری آن خاطره به فکر افتادم به جای مقدمه نویسی که 1001 اشکال شرعی و عرفی ممکن است داشته باشد، عین آن واقعه را در اینجا بازگویم. در یکی از آن سالهای طلایی که ارادتمند شما قدم شومش را بر 6مین پلکان لغزنده زندگی نهاده بود، مقارن آغاز تابستان، ناگهان سنگی در مرداب افتاد و شایعی در شهرک سوت و کور ما پیچید. یکی از روزخوان‌های معتبر ولایت روی منبر گفته بود که مطابق رویای صادقه مشتی عیسی مریدبان، حضرت امام رضا به دیدن امامزاده علی آمده است و فرموده است تا 10 روز دیگر مهمان برادرزاده هم خواهم بود و به دنبال این مژده هیجان انگیز مردم را به زیارت امامزاده ترغیب کرده بود که با یک تیر 2 نشان بزنند، هم زیارتی از امامزاده کرده باشند و هم به پابوس سلطان علی ابن موسی رضا موفق شوند. مقارن اعلام این خبر چند ورق اعلان دستی هم بر در و دیوار راسته بازار سیرجان چسبانده شد که مطلعش این بود: یک طواف مرقد سلطان علی ابن موسی رضا 7770 حج اکبر است و مضمونش این که دیشب عیسی مریدبان نزدیکی‌های سحر در خواب دیده است که حضرت امام رضا به مهمانی امامزاده آمدند و هنگام ورود به صحن امامزاده عیسی را مورد خطاب قرار دادند که برو به مردم سیرجان بگو چرا برادرزاده غریب مرا تنها گذاشته اید و دنبال این عتاب افزودند که من تا 10 روز دیگر اینجا مهمان خواهم بود، هر کس آرزوی زیارت مرا دارد به امامزاده علی بیاید. و این کلیم کاشانی است که با اشاره به بلندی و چینداری آستین ممدوح میگوید: یک چین بود ولایت خاقان ز آستینش، آن جامه‌ای که بر قد ملکت مقرر است و این هم غنی کشمیری که چون آستین همیشه جبینم ز چین پر است،
یعنی دلم ز دست تو ای نازنین پر است و آستین دراز را دو خاصیت است. یکی آنکه جای کافی برای تزیین و طراز دارد تا بدین وسیله مستکبران تجمل فروش عرض وجود کنند و با زردوزی‌های سراستین به همان عمل جلفی متوسل شوند که تا همین چند سال پیش با سراستین‌های آهار زده و دکمه‌های طلایی‌اش نودولتان روزگار ما عظمت قدر خود را به چشم خلایق می‌کشیدند. شاهدش قول فردوسی که به پیکر یکی کفش زرین به پای، ز خوشا و زراستین قبای، و تعبیر مؤلف مرزبان نامه که آستین مفاخر کتاب از آن مطرز است، و اشارت مؤلف رسالت الطیور که آنها که چرخ بوسه دهد آستانشان، از نام و نعت او علم آستین کنند، و دیگر خاصیت آن که از آستین بلند و جادار به عنوان چنته و کیسه و کیف دستی استفاده می‌کردند و شواهدش فراوان. و از آن جمله مصطفی این کتاب را گرفت و گفت تو را که به آستین من نه، تو این کتاب به آستین او نهادی. تمهیدات عین القضات صفحه 353. و دشنه از آستین بیرون کرد و شکم بهرام زد. از کتاب بلعمی. هم این کار در آستین برهنه همی دار تا خواندد یک تنه. از فردوسی. باد گویی مشک سوده دارد اندر آستین، از فرخی یزدی. بارد در خوشاب از آستین سحاب، از منوچهری. هیچ سالی نیست که از دینار 300-400 اسبه ارز حشم کمتر کنی در آستین. از منوچهری. و مفاتیح دولت در آستین عقل و جان ریختم. و فهرست فصل‌های این کتاب یکی با طوطیان هند، بهار کشمیر، خودم کردم که، سالتامونید، مروت و مدارا، زتون باد حوادث. کتاب ای کوته آستینان در سال 1364 به چاپ رسید. البته در امریکا این کتاب چاپ شده بدون سانسور، اما گویی به مانند بسیاری دیگر از آثار سعیدی سیرجانی یا اجازه انتشار پیدا نکرد و یا پس از انتشار جمع‌آوری شد، چرا که به زعم مأموران محترم سانسور نوشته‌های او با پنبه سر مقدسات را می‌برد و بسیار زیرکانه و رندانه اسلام و انقلاب و زبان و فرهنگ را آلوده می‌سازد. اتهامی که سعیدی سیرجانی در سال 1372 در یادداشتی که برای کوته آستینان که در چند نسخه زیرا تهیه شد می‌نویسد آن را دروغ شمرده و در نامه‌ای به هموطنان از ادعاهای بی‌اساس و تهمت‌های مضحک آمیز کیهان و کیهانیان به او شکایت می‌کند. در ادامه نیز ضمن آنکه از این حضرات درخواست می‌نماید که سند کارهای او مانند عضویت در ساواک و توهین به اسلام را منتشر کنند تا همگان با این ملحد جنایتکار آشنا گردند، می‌آورد هر کس در بیش از 10,000 صفحه تألیفات و نوشته‌های من یک جمله در تخفیف و توهین به اسلام بیابد، بنده دوره 6 جلدی تفسیر قرآن کریم را که محصول 18 سال تلاشم برای تصحیح و چاپش بوده به نام او می‌کنم و دعایی در حقش که گرفتار شریعت مدارانی نشود که انگشت در جهان کرده و ملحد می‌جویند و برای ارعاب منتقدان چماق تکفیر می‌گردانند. صفحه 316 کتاب. و جالب آن که سعیدی سیرجانی در سال 1363 روزی را پیش بینی می‌کند که تصویر او از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش خواهد شد و او به انواع جرم‌های ناکرده اعتراف می‌کند، چرا که حال و هوای اوین تا آنجا که در ماه‌های اخیر دیده‌ام خاصیت منقلب کننده‌ای دارد. وقتی که رئیس حزب الهادی توده با اقامت چند روزه‌ای در آن حال و هوای یکباره تغییر ماهیت می‌دهد و مسلمان معتقد مؤخذی از کار در می‌آید و بر زندگی سیاسی 50 ساله‌اش خط بزران می‌کشد، چه تضمینی در کار است که پدر هردمیل دمدمی مزاجتان با
گذری بدان سرزمین عجایب تبدیل به چینگ چون چانگ نشود. صفحه 221 و 222. سعیدی سیرجانی در مقدمه ای کوته آستینان که کتابی مشتمل بر 7 مقاله است، به ذکر داستانی خواندنی و شرم‌آور از حماقت مردم و فریب آنان توسط سودجویان پرداخته و خرافات دینی و بساط تقدس فروشی را به سخره می‌گیرد. از زبان سیدی معمم که روزی خویش را نه با منبر و محراب که با دسترنج خود به دست می‌آورد و ملای شهر او را ناسید جد به کمر زده و مرتد فطری و سگبازی نجس می‌خواند. و میذارم که بقیه مطالب این کتاب رو خودتون بخونید و لذتش رو ببرید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.